ساختارهای دولتی خواهش میکنیم نسبت محبوب برهم باشین. ما با کارهای جسمانی مشغول شدن نمیتونیم. با مسکو رفته با استرویکا و دیگه عذابایی که خلق تاجیک داره مشغول شدن نمیتونیم. التماس مونندمی داخلی وطن در داخلی شهر خودمون با کارهای سبک مشغول شیم، زندگیمون پیش بریم، غممون نتیم. علیکم، من زینالدین بهروز تقصیران داخل شهر می باشم. معیوبم، فرزند چینو بودم. دستفرین بسیار دستوی تیلن نوسیه تراتوری اسنگی در داخل دوشنبه را قدر نداره، نسبت درح نمیکنه. اسنگی یک طرف بسته. صبح همین 16 نوامبر 2021 سال گاهی در قرابلو قپیدانما 510 پروتکل نوشته. شمس‌الدین اس باید همین پروتکل همین جریمه را ما بسپارم. یک هفته اینا کاری ما 600 سومون ما باید برام در دولت بسپارم. 149 سومون پنسه میگیرم. کارم فقط تجهیزانی کاروش سبک، ما جسمانی کردن نمیتونیم. بنابراین از ساختارهای دولتی بخصوص کارمندان میلیتسیا خواهش میکنم نسبت معیوبا به رحم باشین، خاطربینی کنین. التماس برای مراجعت وزارت نقلیات اومدم. وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان اومدم. روز قبل روز شنبه بوده است. قراولش میگه که سبحان الله یک 20 تومان میگه میدادی در بین حجتات میگه نمی نویس پروتکل. ببینه که چقدر با پراخری امختن که باید معیوبم پورا بتا با نسبتش رحم بکنن. الله با ما رحم کنه. التماس ای تمام ملی کارمندان میلیسیا ساختارهای دولتی خواهش میکنیم نسبت محبوب برهم باشین. ما با کارهای جسمانی مشغول شدن نمیتونیم. با مسکو رفته با استرویکا و دیگه عذابایی که خلق تاجیک داره مشغول شدن نمیتونیم. التماس مونندمی داخلی وطن در داخلی شهر خودمون با کارهای سبک مشغول شیم، زندگیمون پیش بریم، غممون نتیم.